از چه قضاوتی تا الان خیلی ناراحت شدین؟ این که از روی ناآگاهی میگن زرتشتی‌ها آتش پرستن. راسته که میگن زرتشتی‌ها نمیتونن طلاق بگیرن اصلا؟ طلاق تو دین زرتشت جایز نیست، فقط در صورتی که شورای زرتشتیان تشخیص بده که این کار باید انجام بشه، مثل وقتی که خیانت میکنن به هم دیگه، یا بچه دار نمیشن، یا اینکه مشکل روانی داشته باشن. شورای زرتشتیان که تایید کرد میتونن طلاق بگیرن. مهریه‌شون چجوریه؟ ما در دین زرتشت چیزی به اسم مهریه و صداق نداریم. ازدواج محارم توی این دین مجازه؟ ازدواج محارم در دین زرتشت اصلاً مجاز نیست و این برمیگرده به دوران قدیم که پادشاهان در یکی دو مورد این کار رو انجام میدادن، اونم برای حفظ قدرت و ثروت و هیچ ربطی به دین زرتشت نداره. خطبه عقدتون به صورت عربی هستش یا آریایی؟ البته که اوستایی. چه مراسمای خاصی؟ چرا هیچکی مشکی نمیپوشه؟ در دین زرتشت رنگ مشکی رنگ اهریمنیه و ما هیچ وقت رنگ مشکی نمیپوشیم، چون اعتقاد داریم که انسان پس از مرگ به درجات عالی‌تری میرسه و عزاداری